شب یلدا شب نور و صفا است. شب یلدا شب مهر و وفا است. عزیزان، طبق خبر دارید امروزها تمام تاجیکان و فارسی زبانان روی دنیا شب یلدا یا اینکه شب چله را تجلیل کرده ایستادند و ما عین حال در لندن در یکی از چنین شب یلدا یا اینکه شب چله که تاجیکان افغانستانی تجلیل کرده ایستادند قرار داریم و گزارش امروزی ما از آنجا تهیه کرده شده است. باعث خرسندی است که پارسی زبانان لندن هرچند در مهاجرت هستند با وجود آن هر یک عید و جشن‌های ملی خود را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌کنند و ارزش‌های فرهنگی خویش را نیز ارزش‌گذاری می‌نمایند. آنها سال جاری شب یلدا یا اینکه چله را نیز در یکی از تالار مهمانخانه‌های با نفوذ انگلیا قید نمودند. در درآمدگاه شما نمایش هنرهای مردمی را می‌بینید. آن اشیا و سر و لباس‌های ملی که اینجا گذاشته شده است به هر یک مهاجر احساس هوای وطن را می‌دهد، گویم سهل نخواهد بود. هدفم از ایجاد امی برند ای بوده که برای ترویج فرهنگ و کلتور افغانستان، ایران، تاجیکستان، در خصوص آسیای میانه که کسایی که خصوصا در غرب هستن بتونن لباسایی که به یاد وطن بندازیشان، لباسای سنتی، لباسای فرهنگی خود به دست بیارن. در کشور ما افغانستان از تمام ملیت ها یک افغانستان کوچک بسازم و طفلا یا نونهالای که در این کشورها تولد میشن بسیار بیگانه هستن از رسم و رواجای ما، از فرهنگ ما دور هستن. ما میخوایم که اونا با دیدن لباسات، پوشیدن از این لباسات، خصوصا در مراسم اعیاد، عیدای مذهبی، نوروز، شب یلدا که اونا میتونن همین لباسای بخرن و بپوشن و به یاد وطن بفتن و مردم بیشتر علاقمند لباسای سمرقندی هستن از شهر دوشنبه، از تاجیکستان، از ازبکستان. ولی ما کل ما همدل هستیم، همدست هستیم، همزبان هستیم. خصوصا من میخوام برای نسل جدید اتو برشان نشان بدم که مرز وجود نداره، مرز فرهنگی وجود نداره، مرز زبانی وجود نداره. صحنه زیبا آرا داده شده با دسترخوان یلدایی که از یک سلسله اشیا و غذاهای رمزی از جمله چراغ چون رمز نور، آب رمز پاکیزگی و میوه‌های سرخ از قبیل انار، تربوز، سیب و انگور رمز گرمی و غیره از آیین‌های خاص شب یلدا بود. شب یلدا یکی از ارزش‌های بزرگ تاریخی فرهنگی است و امشب ما دور هم جمع شدیم. موسیقی است، غذا است و همچنان شعرخوانی در مورد شب یلدا و با جمع عزیزا آمدیم و باید ما از ارزش‌های بلند تاریخی فرهنگی خود حراست کنیم، چون فعلا در افغانستان وضعیت خیلی خراب است، فرهنگ کاملا روبرو بود است و ما که در بیرون هستیم باید این مراسم ها را بگیریم، چون برای طفلان بسیار مفید است، چون طفلان بیشتر آگاهی پیدا میکنن، آشنایی پیدا میکنن و فرهنگ است سرزمین ما. سمرقندیای عزیز ما، همزبانای من، هم فرهنگ، هم زبان، هم تبار من سلام دوباره تقدیم میکنم و خیلی خوشحال هستم که همراه شما مصاحبه میکنم و من را میبینن. یک شعر خود زیاد است، یک شعر است که میگم بسط یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی، اگر یلدای دیگر من نباشم تو باشی و تو باشی و تو باشی. باید گفت که چاره‌بینی مذکور با تشبث کانون همیاری پارس زبانان یعنی بنیاد دستگیری فارسی زبانان انگلیا در همکاری با انجمن فرهنگی دستیار سازمان داده شده است. یلدای تاریخی ما یا تمدنی ما یا که در افغانستان به نام چله شناخته میشه، بخشی از ارزش‌های فرهنگی ماست که یک وجیبه است به هر فارسی زبان در هر کجای دنیا که است او را زنده نگه داره و همه یلدا یا چله را خجست‌آباد میگوییم و از هر کدام تقاضا داریم، تمنا داریم که در قسمت پاسداری از ارزش‌ها از هر نوع جد و جهد دریغ نکنیم. در چاره‌بینی فرهنگی شب یلدا که میزبانان تاجیکان افغانستانی بودند، مهمانان زیادی از فارس زبانان ایران نیز تشریف فرمودند و عائدی در ایران چگونه تجلیل گردیدن شب یلدا حرف زدند. شب یلدا برای ما در ایران بزرگ خیلی ارزش خاصی داره. امشب شبیه که نور بر تاریکی پیروز میشه و به یه معنا، به یه تعبیر شب تولد دوباره خورشید هست. یعنی بعد از طولانی ترین تاریکی و طولانی ترین شب
دوباره ما با امید منتظریم و جشن میگیریم طلوع دوباره خورشید رو که نورش به ما زندگی میده. خوشبختانه کانون همیاری پارسی زبانان در لندن با همکاری ایرانی ها، افغانستانی ها و تاجیکستانی ها و تاجیکان ازبکستان این شب رو در لندن تجلیل میکنیم و جشن میگیریم و این باعث خیلی خوشحالی و خرسندی ما هست که در غربت همچین جشنایی رو داریم، میتونیم دور هم جمع شیم. این شب بزرگ و عزیز رو و شب تاریخی رو که برای چندین هزار سال ما داریم جشن میگیریم به همه بینندگان عزیز شما تبریک میگم، به همه پارسی زبانان و همه کسایی که جشن میگیرن این شب رو تبریک میگم و بهترین آرزوها رو براتون دارم. باعث خرسندی ما بود که در این جشن تاجیکان سمرقند نیز شرکت داشتند. عائله اکبرکه و سنابرایتی که ما در گزارش‌های قبلی خود معرفیشان کرده بودیم نه تنها مهمان بلکه یکی از اشتراکچیان فعال شب نشینی بودند. این جشن متاسفانه در سمرقند ما امروز فراموش شده است، اما در گذشته مردم ما هم این جشن را با خرسندی و با یک تنتنه خاص جشن می گرفتند. امید میکنم که مردم سمرقند هم این جشن فراموش شده را از نو احیا میکنند. این جشن خیلی جشن خوب است. اگر به گذشته نگاه کنیم در این روز مردم میوجات رنگش سرخ یا سرخ قرمز میخوردند و این از آن درک میدهد که مردم باور داشتند که اگر از این خوردنی ها چشم یک قوه میگیرند و زمستان رو خوب پس سر میکنند. در این شب یلدا مردم در اطراف آتش می نشستند، از آتش گرم می شدند و شعرخوانی می کردند، سرودخوانی می رقصیدند و این خرسندی با هم شدن یک نیروی تازه می بخشید که زمستان سخت رو پس سر کنند. دوستان ما رو تکلیف کردند که ما اینجا اشتراک کنیم و با فرزندان خود که از موسیقی ها نواخته موسیقی تاجیکی اینا چی کنیم پیشکش نماییم. چی بگیم، شب یلدا مبارک به همه شما. باید گفت که شب یلدا در هر گوشه و کنار کشورهای فارسی زبانان به طور خاص تجلیل می گردد. قرائت حافظ از جزئی جدا نشونده مراسم شب یلدا برای شیرازیان است و این سنت نیک بیشک از شیراز پهن شده است. در قسم از ایران کتاب حماسه شاهنامه را قرائت می کنند. شب یلدا که آغاز زمستان است و مشهور و معروف و درازترین شب زمستان است یا آغاز زمستان می باشد، ما همه ساله با فامیل با دوستان دور یک سفره جمع میشیم و با آماده ساختن میوه های گوناگون با هم یک جا میشیم و شب یلدا را همه ساله تجلیل می‌کنیم. شب یلدا را به تمام فارسی زبانان و کسانی که شب یلدا را جشن میگیره خجسته میگیم. دیگه شبی است که فرهنگ قدیم خود میخوایم به فرزندای خود پاس کنیم و جشن بگیریم. دیگه شب خوبی است، شبی است که تاریکی خلاص میشه و روشنی میشه. چشم سیاه زاغه مادر نبی نداغه، چشم سیاه زاغه مادر نبی نداغه، مادر بینا نبینا وای وای عاشق نبی نداغه، مادر بینا نبینا وای وای عاشق نبی نداغه، لیلی 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 جان 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 دل ما کردی
خلاص ما آن روز شب یلدا را با تمام جزئیاتش تجلیل نمودیم. رقص و بازی، شعر و سرودخوانی تمام شب را فرا گرفت. فروخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان.